بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیا که مثلا میگوین رفراندوم برگزار کنیم. رفراندوم، اگر ما میخوایم ماهیت جمهوری اسلامی رو تقویت کنیم، در هر حکومتی، در هر دولتی، در هر سازمانی، در بعد مدیریت یه سری نواقص هست و یه سری مسائلی هست که باید تغییراتی ایجاد بشود و این تغییرات با توجه به رفتارهایی که دنیا، جهان خودش نشون میده این تغییرات رو انجام میدن و برای رشد انقلابا و دوام انقلابا مثل همون جای عفو و بخشش و گذشتی است که رهبران دارن دوام پیدا کند، اصلاحات است. این چند سبایی که ما در دولت اصلاحاتی به وجود بیاوریم، نفسی بکشن، ارتباطاتی داشته باشیم، بعد فیلتر رو بکشیم پایین، مقداری پول اومد و مسائل اقتصادی، اینا همه پادزره. اینا همش پادزره. آنچه که دارن از ما استفاده میکنن باید به سمت وحدت بریم. این وحدت کجاست؟ زمانی که برنامه می نویسن، برنامه نویس ها، کارشناسان علمی و برنامه‌ای که می نویسن برای 5 ساله ها، هر برنامه 1 ساله باید مشخص باشه. اگر 5 ساله هم می نویسن، در این 5 سال اینجوری است، برای 1 سالش باید این کار انجام بده. افق دید، سیاست کلان. و برای سیاست کلانی که بشه، ما دولت سایه رو با دولت این همه یکی کنیم. حالا من توضیحات زیاد است نمیخوام بدم، چون که منابع زیادی هم اونجا بوده که بتوانم به صورت شورایی انجام داد، نه حالت رفراندومی که بگن حالت پادشاهی باشه یا حالت چی باشه. و نماد حکومت ها دولت است. در اینجا رهبری، همون خبرگان رهبری داریم، مجلس شورای اسلامی داریم و به صورت شورایی برگزار می شود و مسائل علم است، یک فقه علم است، حقوق هم علم است که بحث مسائل قوانین است و علوم دیگر می آیند. علم امامان لدنی است. امام احاطه بر همه علوم دارد و جاهایی که بعد مشورتی است و از پادشاهی خارج می شود و از شاهنشاهی خارج می شود، نه اینکه بگم ولایت فقیه را چیزی است. بر ولایت فقیه را که عنوان کردید، مسائلی که به ارتباط با خدا باشد، جایی که تقدسگرایی نباشد و جایی که باشد آنچه به حالت معنوی باشد، اخلاق محوری و انجام کارها در عدالت محوری، یعنی توزیع عادلانه ثروت در کل استان‌ها در بین اقشار مختلف، یه قشر خاصی نباشه، یه گروه خاصی نباشه. مثلا میایم نماد اسلام را روحانیت قرار میدیم و کل روحانیت میان به کمک مراجع تقلیدی که منابعی که اسلام از خمس و فلان و فلان اینا حوزه میبره. بعد حوزه بحث شیعه و سنی مسائلی است، ولایت فقیه ایجاد شده است. ولی علوم دیگر، اقتصاد مردم چی، زندگی مردم چی، بود مسائل اقتصادی که باید کار کنن، منابعی که واگذار کردن به بخش‌های خصوصی، 95% معادن بخش خصوصی واگذار شده، فقط نفت مونده و گاز. اینا منابع زیادی هستن که واگذار شده و واگذار کردن به افرادی در کشور و اون مواد اولیه را که میخواد تولید کنن هم با دلار حسابش میکنن برای صنایع دیگر که استفاده بکنن. صنایع مختلفی است و به صنایع تبدیلی. و کشاورزی چرا صنعتی نشده؟ چرا ما از صنایع تبدیلی استفاده نکنیم و همون جایی که میخواهن گلخونه‌ای بسازن، کاری بکنن، باید از آورده نقدی خودش استفاده کند. جایی که ما خواستیم در علم اقتصاد مسائل بنگاداری رو، بانکدار از بنگاداری خارج کنیم و همه منابع از دلالی خارج کنیم، به سمت تولید بریم، متاسفانه اتفاق نیفتاده. از مجلس ضعیف است و اینجا مجلس ضعیف با دولت میخواد کار کند، سیاست همخوانی ندارد، دولت یکی دیگه مردم انتخاب میکنن. اینجاست به صورت شورایی باشه، معاونین در ریاست جمهوری با رهبری یکی میشن. بعضیا بگن دیکتاتور نمیشه، دیکتاتور چرا باشه؟ شورایی هست، چند نفرن در علوم مختلف و اونجا هم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی انتخاب میکنن و دیگر علوم دیگر میتونن مجلس خبرگان رهبری هم آن مواضعی که از امتحاناتی که میگیرن، بله همون مسائل اسلام است، به تعالیم آشنا باشن و مسائل روز رشته تخصصی بتوانن کارایی داشته باشن. که امروزه اگر ما در خبرگان رهبری بگیم از همون روحانیت انتخاب کنیم، میشه شورای فقهی. بگن یه نفر انتخاب کنن، خب یه نفر انتخاب کنن، بگن رأی ملت مثلا چیست؟ زمان مصطفی یزدی گفت رأی ملت اگر رهبری امضا نکنن چیه؟ طاغوت است. ولی یه سوال هست اینجا، خب مردم خبرگان رهبری هم انتخاب میکنن دیگه، بعد خبرگان رهبری هم رهبر انتخاب میکنه، به این شبیه هم اگر باشه 2 تا مجلس انتخاب میکنن شورایی، ولی اونجا امام زمان باید امضا بکنه. معصومین فقط
امام زمان، امامان اصلا 14 معصومن دیگه، غیر از این راهی هست؟ و انسان ها جایی هست که کارها رو یا خطا میکنن، ولی یه جاهایی هم هستن اشتباهاتی میکنن و جایز الخطا و حتمی الخطا است، هم سخنان ولی جایی که هست که آبروداری برای اسلام بکنیم، آبروداری برای حکومت بکنیم، ولی میگن از رهبری. خب ما ده ها تا از مثل رهبرم پرورش دادن مثلا، ولی مثل ایشون که شاید نباشن، مثل سید علی. جاهایی بله زندگی ساده زیستی را، ولی اطرافیانش مثل گرگن. کدوم اطرافیان؟ اینایی که در سایه باشن، اینایی که در دولت باشن، اینایی که در مجلس باشن. اینا فشار میارن رو طرح و برنامه‌ای که هست. داد و ستدهای لابیا داریم، ولی جاهایی هم میان. ولایت فقیه گفته در انتخابات و سیاسی شرکت نکن، حضرت امام. سپاه وارد میشه به راحتی. بعد جاهایی هم تربیت نیروهایی هم میفرستن که وارد مجلس بشن. چجوری؟ بعد دیگه مردم هزینهشون نمیدن، هزینه نماینده شدن. شبیه همین که بعضی روزا میاد که دیگه کسی نماینده نشه، نماینده مجلس شورای اسلامی. مثل چی؟ مثل وزرا، کسی دیگه من وزیر نمیشم، چون که از وضعیت اقتصادی که مهم است. خود یک سازمانی، یک کشوری خود ابعاد مختلف داره. امنیت میخواد، بود امنیتیش فرهنگی است و عقیدتی است. و انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی که اقتصادش هم فرهنگی است. چرا ما اقتصاد نمیسازیم؟ خب این الان از اقتصاد است که رد میکنن. اونی که با دلار آمریکا است، اینو که با دلار انگلیس با قیمت اونجا تولید میکنن، فولاد باشه، آهن باشه، سرب باشه، مس باشه، سیمان باشه، با اون قیمت بعد میخواد صادراتش هم بکنه، سودش میبره به کشور دیگه دو جانبه بده. بعد از اون طرف به قیمت صادرات هم میده به کشاورز، میده به داخل و همون قیمت هم میده به تولید کننده دیگه، مثلا آهنو، اونم قیمت دلار حساب میکنه. اون کارگری که هم دوباره صنایع تبدیلی میسازه، دستمزدش با دلار حساب میکنن، ولی حقوق به ریال بهش میدن. و شغلای آزاد هم طوری شده به دلار حساب میکنن. اصلا در رها شده از قیمت ها در دستمزدها بخش خصوصی ها هم. این کارهایی شده که گرانی و جاهایی هم صادرات عرضه و تقاضاست. دولت ها باید کنترل کنن. بعد روی سیاست ها باشد، مواقعی که ما تو مسائلی مشکل داریم، این جنگ جریان غزه پیش اومده و این مسائلی، چه برنامه‌ای است که ما انتقال پایتخت رو به مکرون انجام بدیم؟ خب باید چه کار کنن؟ خب دلار رو میبرن بالا که پول گیر دولت بیاد، کسری بودجهش تامین بشه. خب چرا بودجه ها رو اینجوری می‌نویسن؟ سیاست کلان رو کمترش کنن. من یه دفعه باید حتما بره اونجا، یا جاهایی از کارهای این رو کمتر انجام بدن. یه جاهایی که دیگه چرا کارخانجات اقساط نمیدن به مردم، اقساط قسطی کامل، لوازم خانگی، حتی خودرو. خب ما داریم به کشورهای دیگه میدیم، قیمت پایین به کشورهای دیگه میدیم. از اون طرف هم بالا دادیم، به سوریه پول دادن، به سوریه دادن، به پاکستان دادن، به جاهای دادن، او قیمت‌ها پایین، به عراق دادن، حتی پژو رو بعد به سوریه قسطی دادن. حتی بانکی اونجا ایجاد شده، بانک ملی ایرانیان یا بانک رسالت باشه یا هر بانکی باشه، و عناوین مختلف چیکار کردن؟ افراد اونجا، شهروندان اونجا قسطی بهشون دادن، همه قسطی. آیا برمیگرده؟ نه. نفتی که بهشون دادی برمیگرده؟ نه. ولی اینجا چیست؟ قیمت‌ها رو کجا میکشن؟ رو قیمت خودروها. به راحتی تو سیاست‌ها میکشن رو قیمت خودرو. اینجا کنترلی نیست. تو سیاست‌ها، در نوشتن سیاست‌ها، در کارها، و خبرگان رهبری و مجلس یه نمایشی بیش نیستن. اینجوری میشه. باید نمایندگان مجلس موقعی بررسی میکنن، حتی الان در شرایطی که هستیم میتوانن تغییراتی همگام با دولت به وجود بیاورن، جریان بودجه را، سیاست‌ها را میتونن اصلاحیه بزنن، میتونن ولی موقعی که نمایندگانی میخواد بیاین، پول هم ندارن هزینه کنن، کارهای پیمانکاری هم بهشون واگذار میکنن. چه هست؟ وقتی که میبینیم چرا نگیم؟ جهاد نصری بود، اونجوری بود، نمیدونم خاتم الانبیا هست، اینجوریه، فلان شرکت هست، این حالت فلان آیت الله که در رأس مرجع قوه قضاییه است، میره معدن‌های طلا رو میگیره، اون معدن‌های لاستیک رو میبره، هیچ ترسی هم از کسی نداریم. اینی که میگن آقا من آزادیمو به هیچی نمیفروشم، ولی من دینم دوست دارم، مملکتمو دوست دارم، منطقه‌مو دوست دارم، ولی چرا اصلاح نمی‌کنیم این موارد را؟ تا کی ما ساکت بشینیم؟ بعد ما بیایم بگیم نماز، روزه، حج، عبادت، چی اصول دین، فروع دین، فلان فلان فلان. اینجاست حج، اینجاست اقتصاد مردم به چه قیمتی؟
حتی محصولاتی که صادرات میکنن، کشاورزی فلان فلان فلان، میره تو مرزا عدت میده، چون که سمومی که وارد میکنن محیط زیست دخالت نمیکنه، واردات توجهی ندارن، ارگانیسم نیستن. و چرا بیماری‌ها به وجود میآید؟ مثل کیفیتی که نان نداره، سبوسشو میگیرن، نان انگلیسی. بعد پایه تمام مریضی‌ها چیست؟ تو نان، تو غلات. که این رو اصلاح نمی‌کنن، نان سفید باشه. نامردا حداقل 50%ش بخونید مال سبوس گندمو. بعد سبوسش میگیرید فلان، و همون گندمی که از کشاورزان است ارزان میخرید. و همون در سال گذشته در 1403 هست کشتی که بود، رهبری رو با 17500 رسوند. نمیخوان قیمت رو از 11500 بیارن بالا. الان هم قیمتش کمه. تضمینی که هست کف خیابان است، اونجوری باید دولت بخره که مردم تولید کنن. میبرید به عراق عدت میده، کشور عربی عدت میدن، اون وقت بهترین مسئول ایران است. اینا همه سیاسی هستن. پس ما اینا توجه نکنیم. عربا پدر ما رو در آوردن واسطه ها. غرب هم ما ارتباط نداشته باشیم، در قانون اساسی میگه ما کشوری که رسمیت میشه اسرائیل و تمام کشورها رو تعامل کنیم و ارتباط داشته باشیم. و اینی که باج میخواد، رهبری میگه باج میخواد، خوش چین هم باج گرفته، نفت رو بهش دادن $60. بعد اگر جنس ازش بیاره میشه $40. بعد بنجل به ما میده کمتر میشه. خب موقعی که کاغذ میدن به مجوز میدن به تاجران که بیارن جنسای میارن که همه مال شانگها نیستن. چرا شانگها اجرا نشد؟ چون که آمریکا و اینا ارتباط دلاری خود قطع نمیکنن. حذف نیست. حذف هیچ کس نباید بگن فلان دلار رو حذف میکنیم، و این دلار رو باید ما کنترل کنیم. و مدیریتی که در جامعه نیست، عدم مدیریت صحیح، ما اقتصاد اسلامی نداریم. چرا اینا رعایت نمیشه؟ و ما بیایم عرضه و تقاضا توجه نکنیم، یه محصولاتی بریم صادر کنیم مثل سیب زمینی، هر دفعه یک موردی را برید بالا، یه موردی بیارید پایین. دولت‌ها میشن دلالی. یعنی اینا سیاستایی که نوشته شدن، بعضی موقع سیاست‌ها 5% 10% پیاده میشه، بعضی موقع سیاست‌ها کلی، بعضی موقع توجه نمی‌کنن به سیاست‌های کلی. زمانی خاتمی گفت مثلا سیاست‌ها من رأی آوردن باید سیاست‌ها اینجوری باشه. خب اگر اینجا باشه شورایی باشه و یه نفر هست تو شورایی با ریاست باشه، هم رهبرشه، ولی تو اجرا هست، تو مسائلی هست که اجرا کنن. وگرنه چرا قیمت خودرو همینجوری بره بالا؟ چرا ارز نیمایی رو افزایش دادن؟ به خاطر چی بود؟ پول کسری بودجه پیدا بشه. خب همون 5 موردی که گفتیم، مسائل تورم مالیات خودمون ایجاد میکنیم، دولت‌ها. اینا بعد میگن ارز مال دولته. ارز مال دولت باشه، ارز آزاد باشه کامل، بله، اقتصاد دولتی و نیمه دولتی و این با هم مقابله کنن، برای رقابت کنن. و اونجا ما صادرات نداشته باشیم یعنی مثل مردابیم. دو جانبه هم که پیاده نمی‌کنن. کشورهای اسلامی هم که هیچ گوششون شنوا نیست. 10 کشور الان حلقه به گوشش کیه؟ حلقه به گوش خود آمریکاست. ولی نگرشی که ما را اینجا نجات بده، این نگرش عدالت محوری است در خدمت به مردم و نماد فرهنگی ما و فرهنگ اسلامی. موقع این را خط بخوره، ما دست بدیم رو حجاب مسکنه. تعلیم اسلامی پیاده نمیشه. موقع تعلیم اسلامی پیاده نشه وجود میاد. موقعی که تقدسگرایی میگی زن یکی خدا یکی، موقع تقدسگرایی میگی ولایت مطلقه فقیه، چی میشه؟ نگرش ها جاهای ولایت مطلقه برای ایست چپ و راست و فلان و احزاب سیاسی بسیار جواب میده. موقعی که رهبری بیاد در رأس دولت قرار بگیره، یه جاهایی آقای رئیسی رو گفتم ممنوع خروجه، ریاست جمهوری شد، ممنوع خروج شد دیگه، به راحتی میتونن اخلاق رفتار کردار پیاده کنن. و در اخلاق مداری است که جامعه‌ای که نتونه خودش اداره کنه خب دیگه پایان میشه. ولی اصلاحاتی که وجود بیاد، فلان وجود بیاد، ما دیگه نمیخوایم به نظام‌هایی برگردیم که بگن نظام استبدادیه. در شورای مشورت اینجا باید پیاده بشه. در دولت رهبری شورایی بشه، نه شورای فقهی. شورای علوم شابه ما امامان ما علم لدنی دارن، آگاه به همه علوم هستن. علم از دست اهل بیت است، همون 14 تا. فقط نمیگه یکی بیاد، اونایی که آگاهی پیدا میکنن، یکی جهل بر قانون است، حکم دیگه دارد، هم تو احکام اسلامی. ولی یکی آگاه به قوانین است، برنامه‌اش اشتباهه. ولی یکی آگاه به قوانین است ولی دزدی میکنه، آگاه به قوانین است سمخواهی میکنه، آگاه به قوانین است ولی میگه فلانی از حق من دفاع کنید، کار کردم پول ندادم. بعد میگن دستمان خالی است، دولت نمیده. میره پیش نماینده میگن دولت نداده. خب شما مجلس هستید،
شما هستید تو دولت، ارتباط بین وزرا و مجلس، ارتباط بین با شورای نگهبان، با مجلس خبرگان رهبری. خبرگان رهبری چه کاره هستن؟ اصلا تو مسائل صلح و دوستی و محلی و فلان حوزه انتخابیشون سرکشی میکنن. چرا مثلا از سیستان بلوچستان بیاد خبرگان رهبری ما ثبت نام کند، یا از عراق بیاد بعضیش حوزه‌های دیگه میاد اینجا؟ حداقل بومیگرایی را که بشناسن، اعتماد کنن. یه استاندار بومی یا مدیر بومیگرایی ولی چه کاری انجام میده، ولی خلاف سیاسی بازی چپ و راست و طایفه بازی و تعهد و شایسته سالی. اونجا مدیران مطلوبی خواهند بود، نه مدیرانی که سما بکمون باشن و کار نکنن نماینده بیاد اونا هول بده، مثل ماشینی که در گل گیر کرده باشه مدیر کلیا. یا چرا برنامه از پایین به بالا نره؟ شوراهای شهر و روستا چرا با هم یکی نشه؟ پارلمان محلی و زیر مجموعه نمایندگان مجلس باشن؟ دیگه نمیخواد هزینه کنن، برن پیمانکاری بهشون بدن. تو استانهای دیگر بالا دیدیم، اندیمش دیدیم، برای با جای دیدیم، علنی میگیم، ناراحت هم نیستیم، میشناسیم هم. جای دیگه هم همینجور سپاه ورود کرده، بعد دیگه بیاد چه بهانه تراشیایی میکنن، شبیه آن که حجابو میذارن که وزیر عوض کنن، مامان عوض کنن، استاندار بدلشون باشه همون نمایندگان مجلس. بعد میان چه کار میکنن؟ سپاه اومد مردم رو تشویق کنن بیان تو خط، ولی بیان طایفه بازی میکنن، میان حزب بازی میکنن، میان به یه سمتی میبرن. جناح چبی او یکی بندگان خدا هستن، مخلوق خداست. وقتی که میگه خدا به حضرت موسی، حتی حضرت موسی چه کار کرد؟ چقدر اذیتش کردن. گوساله صابری رو ساختن در مقابلش، چی شد و صدا؟ بعد در نیل بود معجزه داد، اون رو 70 بار موسی رو صدا داد، گفت به جلال و جبروتم قسم اگر مرا یک بار یا رب یا رب میگفت من اون رو نجات میدادم. گفت چرا؟ گفت موسی تو خالق نیستی. این است که پدر و مادر میگن اسباب و علل هستن، به پدر و مادر احترام بگذارید و مهر و محبت و مهربانی و میگن ایثار گذشت تو به ایثار کن. میگن تقویت ایمان این است، تو کار کردی، تو کار بیا بده دولت بهت نده، این بهت نده. خب منم میام زمانی یادتون از بعد از هاشمی رفسنجانی، همون بعد از ریاست جمهوریش، این مقاله رو نوشتم، آن که دندان دهد نان دهد. زمان خاتمی بود دیگه. و این که خاتمی رئیس، آن که دندان دهد نان دهد، فرزند کمتر زندگی بهتر است، دست خود خدا هم است. این هیچ کاری نداره باید. ولی دومی چه مواردی بود که در استانا بی‌عدالتی شد؟ بی‌عدالتی چه شد؟ هم چپ هم راست. استانای پشت جبهه، پشت جنگ که 150 کیلومتر تو مجلس گذاشتن، بعد ناام بودن، سرمایه‌گذاری نکردن، بعد واگذاری بخش خصوصی ها رو که واگذار کرد اصلی چلشات به چه افرادی دادن؟ افرادی که تعهد دارن تخصص و بیکاری فصلی پنهانی وجود آوردن و فروختن و بیکاری رو افزایش دادن. و آنچه مانع و آنچه عامل بدبختی جامعه است و هنجار شکنی ها بیکاری است. بیکاری موزل این است، اشتغال ما نداریم. بعد از اون برنامه میگه ایثار کن فلان کن. ما استقامت میکنیم، شبه دولتی ها یا اون شرکت دیگه، شرکت کلان باشه، میان پول میگیرن از دولت، میگن بهمون نداده، بعد پول به مردم هم نمیدن، به اندازه 10% میدن. بله همون آزادراه خرم‌آباد پولاسا از خط استش جوری، خط دو جوری، بعد جای دیگه کارخانجات دیگه است، بخشیج 60 ها چرا ورود نمیکنن؟ جای دیگه چرا ورود ما سرمایه‌گذار اون موقع زیاد بوده ولی الان سرمایه‌گذاری نیست. همه دوران نمایندگان مجلس مقصرن. به اندازه دوره 4 ساله فعالیت نداشتیم، توی تحریم بودیم. زمان احمدی نژاد ما چقدر صندوق از ذخیره ارزی داشتیم، ولی کوته نظری نمایندگان مجلس چی میشه؟ و اینجا دیگه حزب جواب نمیده، میان عده پشت صحنه هستن، 4 نفر 5 نفر به نام سپاه به نام کی میارن تکمیلش میکنن. بعد از اون بعد موقعی که تو مجلس هستن از راه دور از بیرون مجلس لابیگریشون هستن و اونا مثلا 90 نفر 100 نفر باشن، بعد چیزی هم یاد نمیگیرن، هزینه رو دست ملت هم میذارن. بعد از نیروی دانشگاهی بیاری تو استراتژی مجلس که حداقل چیزی یادشون بده، خلاف قانونایی وضع میکنن، ضرر میکنیم ما. مثلا شبیه همون قانونی، حالا قانون اینو تصدیق آقای شارودی قوه قضاییه رو مال شورای اختلاف، بعدش اومدن صلح تازه، بعدش تازه الکترونیکا جاهایی درست انجام میدید و این شهرهای دیگه بخلاف قوانین رو رعایت نمیکنن، از نظرات دیگه مثلا استفاده میکنن. رویه این است می نویسن اختلال در سیستم بانکی، اختلال در زندگی اقتصادی دیگران، اختلال در کارهای زندگی، نمیتونه کار کنن. و آنانی هم که وامای اشتغال میدن، اولا اشتغال بالای 1 میلیارد هر شغلی ایجاد کنیم، میاد به کمیته امداد و جاهای بنیاد علوی فلان اینا کم میکنن. برای چی؟ برای اینکه حالا تقدسگرایی پیدا میکنیم.
کمیته امداد، بهزیستی، فلان فلان، فقر و فلاکت، حکومت مول مستضعفان است و فلان است، بیان داخل. ولی چیکار میکنن بندگان خدا؟ خب میدید 100 تومن بهشون میدی، خب 100 تومن چی میکنه؟ 100 میلیون تومن پول نیست. شغل ایجاد میکنه؟ شغل هم ایجاد نمیشه. اون برای حداقل زندگی است که فقط نمیرن، فقط کشته نشن، فقط جانشان نرود. مسکن اینجور. پس کی باید اینو آباد کنه؟ میگه جهان اینجوری است. و کی میخواد جهان رو درست کنه؟ اسلام، عدالت محوری، برنامه ریزی. اینی که بود مدیریت میگن، اقتصادی که اگر جای بلند شدی شاخه ندادی قطع میشی بالا. و این نولیبرالیسم بیشتری وجود آمده. نمیدونم فلان مسائلی در خاموش، بله زمینایی که خریدن، مسائلی در خاموش، جاهایی که ما میریم نباید سرزمینش اونها دخالت کنیم. کمک‌های بین‌المللی بله، حلال امر بله، ولی جاهایی که تعرفه‌های گمرکی که اگر صادر بشه و دولت بودجه میرسه، خب ما چی هستیم؟ خب ما مخی هستیم تعلیم هستیم. چرا تعلیم هستیم؟ خب ما چه نفت با آمریکا بفروشیم چه به چی؟ چه فرقی میکنه؟ ولی ما بدیم به عربستان و بدیم به قطر برامون بفروشه. ایران اینقدر منزوی شده است. یادتان نیست محمد رضا شاه چه کار کرد با عرب‌ها؟ تمام بدبختی ها ماست. بن سلمان پول ما رو نده، یا قطر پول ما رو نده، یا پول ما بره تو ژاپن فلان. آیه مخبر بگه تو 24 ساعت همه ما رو چه کار کردن؟ کاری که انجام پولمون ندن. خب چرا ما اینجوری منزوی شدیم؟ خب این جاهایی است که بله میگن همه رو گردن رهبری میگذارن. اندیشمندان همون مراجع تقلیدی که وجوهات میبرن کجا در خط هست؟ نهایتش عظما از قانون استفاده میکنن. هر کدامشون هم در رأس قرار گرفته از ایشون برتر نبودن، تخلفاتی کرده رهبری. ولی رفعت اسلامی نمیشه اونجا. بابک زنجانی چرا وجود بیاد؟ تو خطاهای دولت تو ساختارهاست. ما ساختارها رو باید اصلاح کنیم. مجلس شورا دو راه میتونه انجام ده. اون ساختارها اینا رو به شور مشورت و تشخیص بحث نظام مطرح کنن، اینو شورایی پیاده کنن. و یه ساختار دیگر که بحثی است که اگر ما یک جاهایی هست میاد تعامل کنیم، این است. اگر تعامل نکنیم این است. دو تا برنامه رو داشته باشن، یا دو تا برنامه وجود برای مثل همون جایی که می‌خواستیم پنجشنبه تعطیل باشه، شنبه کمیسیون اجتماعی چیکار قوقایی کرد. عباس گودرزی میگه عقل کل. احترامش داریم، ولی چی؟ آقای عباس گودرزی خب اینا یه موقعی هست که تعطیلی بشه همگام با جان اینه، او برنامه اینه. بعد بگن پول، خب پول نداره دولت وام ازدواج هم بده. بعد شما بیه دلار رو مجلس باید بی عقل باید بگی. همون صراف‌الا خوب میگه، همون قانونه که اینا تصویب میکنن. بعد دلار رو ببره بالا، رو قیمتا تاثیر میذاره. همه دارید با دلار همه چیز مردم میدید. بعد بعضیا میگن پس محصولات ما کشاورزا چی میشه؟ خب اونم هست. خب به تبع همه کاری میکنید یا پس حقوق سوچه هم به دلار بدید. به دلار مناسب پول بی ارزش میشه. بعد میخواد به پول رو ارزش دار کنی. بعد از اون ور میگه پول وام ازدواج بدید. خب وام ازدواج از اون کارخانجاتی که مالیات نمیدن، از مالیات زیرابی میرن، تولیدشان، فروششان کم میکنن فلان، لوازم خانگی داخلی بده حداقل اگر میخوای مقاومتی داشته باشی. بعد تو کمیسیون میگی نه ما باید پول بده دولت، لوازم نمیتونیم بدیم. خب تو برای مالیات بد نمیده. بیا شعبه‌ای در هر استان در هر کشور ایجاد کن. سرای ایرانی زدید، همه کالای خارجی داخلشون هست. خب اونا هستن آزاد میفروشن، ولی چرا ایرانی رقابت نکنه؟ کالای ایرانی هم که میسازید گرونه، قیمت تصویب قیمت‌ها مهم است و چه کسانی باشه که بازرگانی رو کنار گذاشتید اونم مهم است. وقتی رهبری در اونجا باشد، در رئاست شورا هم رهبری است دیگه. رهبری ریاست جمهوری میشه. نماد دولت‌ها چیست اونجوری؟ چه کاری میکنن؟ جاهای دیگه هم سازماندهی بشه. حجاب و فلان تعالیم اسلامی وقتی پیاده میشه همین میشه. تو تعالیم اسلامی رو در یه دوستی گفت در اندونزی و مالزی زمانی خبرگان رهبری میرفتن فلان، هم میگن تبلیغ کنیم. خبرگان رهبری کجا؟ خب اینا بالای 80 سال نمیشه، 85 سال نمیشه دیگه. یکی توان داره 90 سال. چرا اینا تعویض نمیشن؟ بعضیاشون مدرکشون نداشتن، بعضیاشون بعدشون میاد. خودشون میگن. و قاضی هم همینطور. جایی که در رأس قرار میگیره تعهد و تخصص بر روی اصالتی که بتواند ما را نجات بدهد از چه چیزی؟ یعنی خلاقیت داشته باشد. بعضیا مدرک‌گرایی هستن و این مدرکشون خلاقیت نداره، نمیتونن کاری انجام بدن، فقط بخشنامه هم نمیتونن خوب اجرا کنن، بعد براش توضیح بدن. مشورت کردن هست فلان هست، ولی چیز دیگری که هست اونجا میشه این کار رو انجام داد. خبرگان رهبری بالا 107 سال میخواد چجوری بره اونجا؟
چند نفر این طرف و طرفش بگیره. چرا خبرگان رهبری بین مردم نمیآین؟ چرا خبرگان رهبری با مردم ارتباط ندارن؟ در حوزه انتخابی خودشون باشن. افراد میان از جای دیگه نمیشه اون. و بله پل ارتباطی است. همه جمعه که هستن اونجوری فعالیت فرهنگی این کارا رو چرا انجام نمیدن؟ نمیخوام اونا هر کدومشان نقطه به نقطه مسائلی هست که توضیح بدیم، ولی بیشتر بله بسیج رو خراب میکنن. بسیج یک توده عمومی مردم است. بعد میگن سپاه مردمی است، آموزش پرورش گوانتانامالایی اومده، نمیدونم جهاد نمیدونم از فلسطین اومده. خب اینا همه بچهای این مملکتن. ولی همون حدیث پیامبر گفت برگشتگان از جنگ فتوحات ایجاد کردی ولی جنگ بزرگتری داری و اون مبارزه با نفس است. و مبارزه با نفسی نیست، خودکنترلی، راه اسلامشو اسلامی برو جلو. بعد همه دیگه بی‌اعتماد هر کی بشه مسئول با قطار بیاره، با اتوبوس بیاره، نیروهای مال خودشو جایگزین کنه. میری همه آقای پزشکیان گفت چی؟ میرم تو 4000 نفر چقدر مجموعه دولت میخواستن لاغر کنن، کوچکترش کنن، هزینه پایین باشه. مدیریت برنامه‌ریزی استان‌ها حذف کرده بودن. مدیریت برنامه‌ریزی که تو کشور باشه، این مدیریت برنامه‌ریزی باید بیاد از نهاد روستا، پایین‌ترین سطوح مدیریت و جایی که هست پیشنهاد برنامه بدن تو روستا، تو شهر فلان، برسه مدیریت برنامه‌ریزی استان و حتی تو کاهش هزینه‌ها و برنامه‌ها رو هماهنگی با نمایندگان و با مسائل مدیر کلی همه با هم بعد بفرستن تهران، بعد بتونن اجرا کنن، بعد سیاست‌ها رو بنویسن. این که نمیشه. وقتی نماینده ضعیف باشه این میشه، وقتی مدیر کلی ضعیف باشه این میشه، وقتی استانداری ضعیف باشه این میشه. و نقش بومیگرایی حداقل در اعتماد به هم دیگر و تخصصشون و تجربهشون میرن جای دیگه، میان معاونت‌ها، میرن جای دیگه، میان مشاورها و جای اشتغال نیروی کار که مهمترین از آموزش پرورشه با دانشگاه یکی بکنن، چون که سر نداره آموزش پرورش. آموزش پرورش هم سیاسی هم اصلاح باید بشه اون کارا و همون متخصصین تعلیم تربیت بهتر این کار انجام بدن. اگر هم افراد میگن چی میگن شاه بیاد، با شاه چه کار داریم؟ همه چیز این داخل هست، ولی از خارج میگن چی فلان. و مسائلی که هست اعتراضات افراد، چرا این همه جمعیت در آمریکا در کجا همه ایرانی ان، چرا میرن؟ بعضیاشون بذار بگم بعضیاشون سرمایه گذاری کردن، سرمایه داشتن، بردن و خوردن رفتن، بعضی هم پول اینجا بردن جای دیگه سرمایه گذاری میکنن. دبی شد، آنتالیا شد، نمیدونم ترکیه شد، قطر، امارات، اینا روز جزئی از ما بودن. همونطور نفت و گاز هم میتونیم ما پیشرفت کنیم. عدم اینه که رهبری تا خودش هست میتونه کار رو انجام بده. و میگن این میگه مقدس مآبی بگیم آقا اینطور انسان همه میمیرن. پیغمبر خدا رحلت کردن، حالا شهیدش کردن، مشخص عایشه چیکارش کرد. میگن امام هم همینجوری، من نمیدونم. ولی جاهایی که انسان‌های وارسته‌ای هستن به این مثال برسن. این مثال که به رهبری میرسه کارا رو انجام میده، مشورت میکنه، ولی افرادی در اجرا فرزندانشون کارا رو نکنن، فامیلاشون کارا رو انجام ندن. چرا جلو جنایت‌ها رو نمیگیرن؟ اختلاسات اقتصادی مهمترین. الان اقتصاد مهمتر میشه از فرهنگ ما، چون که ما وقتی اقتصاد نشه فرهنگ هم نداریم. همون شبیه همون حدیثی وقتی که جیب خالی باشه فلان باشه، آمولی گفت و بعد از اون طرف هم پیغمبر گفته دین رو میبلد، فقر دین رو میبلد. نانوایی هم که اینجوری هم نان خالی هم بخورن، سبوسشون هم میگیرن، تمام یا خامفروشی باید بکنن بفروشن و یا چیزی آبشو بگیرن توفالاش هم بدن برای صنایع تولید کنه، درجه یک درجه دوشم بفروشن. اون درجه سه هم با اون کارخانجات با همان فولاد یکیشه. ما میگن فولاد اصفهان، رهبری هم اشاره کرد، جای دیگه هم بود، جای دیگه هم هست، ولی چرا اینا رو انجام نمیدن؟ ولی نه اینکه ما بیایم ورودی و خروجی، ما چرا گمرکامو کار نمیکنن؟ باید تعامل داشته باشیم با جان. میگن آمریکا اینجوری، ما خودمان باشیم. حتی الان دیگه عراق هم داره، ما دیدم تو کارتون هم بودن، خیارا رو پس میدن، پیازا رو پس میدن، کشاورزی باعث گرانی داخل هم میشن. هم سیاستایی که جلیلی اجرا کرد و هم سیاستایی که بعضی میگن بیاریم جلو که افرادی مثل قالیباف می‌خواستن اجرا کنن. اونا یه درصدای خوبن ولی دوتا میشه ضرر. خب باید اصلاح بشن، چون که بازخوردش چیه؟ دو جانبه اجرا نمی‌کنن، سه جانبه اجرا نمی‌کنن. ما چیزی به دو جانبه سه جانبه مسئول صادر کنیم، مسئول بیاریم. آیا اونا بریکس
هست کردن، گرچه اینا تو ارزهای دیجیتالی فلان اینا هستن، اولی کار میکنن تخصص، ولی چرا آموزش نمیدن به مردم؟ این هم مهم است. تو برنامه بوده ولی در رابطه باشی توزیع عادلانه ثروت و منابع‌هایی که مملکت است، وگرنه هر کسی مسئول زندگی خودش و فضل خانواده‌اش است. ما هم بازنشسته شدیم همینه و آنچه که هست بله حق ما هم ضایع شد تو سیاست‌ها کلان بازنشستگان آموزش پرورش اینا هم کاسته شد. تو منطقه ما همینجوری میشه، همون سیاستی که اونا دارن اینجوری میرن جلو، خود چی میشه؟ هم بریم جلو ببینیم چی میشه. نمیشه. بله قسط هم نمیدن اونا. خودرو همینجوری به راحتی 1/3 هر خودروی تقسیم بر 3 قیمتش هم باز بالاتره. چه خودرویی که میسازن؟ داد علما در اومد علوی بروجردی خوب براشون بیان کرد. خودرو کیفیت هم نداره. رهبری هم عنوان میکنه چرا واگذار کردن کروز میخواد بیاد انجام بدیم، انجام میده نمیده. قیمتا باید بیاد پایین. یه هم مستقلی بزنید برای عید، به درد ما نمیخوره. خب باید اصلاح قانونی بشه. مجلس هم فعلا تو دهه فجر بدن تو خونه هاشون.